من سلام میکنم خدمت رئیس جمهور محدودمون، چون همیشه شما محدودید. من سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوشحالم از اینکه تونستم در معیت شما باشم. من همین که وارد سالن شدم بوی احمدی نژادی منو گرفت. حجت جان اون تهویه مطبوع روشن کن. خیلی متشکرم. من سوالم در رابطه با قطعنامه ها بود. میخواستم بدونم که وقتی شما خبر قطعنامه ها رو شنیدید چه احساسی بهتون دست داد؟ واقعا من یعنی باورم این بود که دیگه باتریت خالیه. اصلا این ماهیچه های سینه تنفس رو یاری نمی‌کرد. اشاره کردید به خالی شدن باتری هاتون. من داداشم باتری سازه، اگر موافق باشین باتریتون رو در بیاریم بذاریم زیر شاه. سلام، من از واحد مرکزی ددر هستم. من یه خبرنگار دیگه هستم. این تشابه قیافه یه چیز اتفاقیه، خدا دادیه، نمیدونم. حالا خواستم، شما صحبت از ماهیچه کردیم، من می‌خواستم رو همین ماهیچه هاتون سوار شم و این سوالو بکنم که شما در سفرهای استانی من شنیدم که پرستینه زیاد میزنید. می‌خواستم بدونم که زیر وزن 200 کیلو شما چه احساسی دارید؟ یعنی ماهیچه هاتون چه وضعیتی دارن؟ بله بالاخره ماهیچه ها ممکنه خسته بشه ولی مجبور همراهی کنه. خیلی متشکرم از جواب موجز و کوتاهی که به من دادید. از طرف من به ماهیچه هاتون سلام برسونید و عرض خسته نباشید بکنید. من خواستم بدونم که از خودم از واحد مرکزی خطر هستم و میخواستم بدونم که این مقام عظما که اینقدر مصرفشون بالاست، خواستم بدونم تئوریشون چیه؟ یعنی چی میگن در رابطه با هزینه مصرفشون؟ من پول دارم، هر چقدر دلم میخوام مصرف کنم. حرف درستی میزنن. اگه ما هم همچین پولی داشتیم الان توپ به توپ شق و رق جلوت وایستاده بودن. من خبرگزاری سرزیر بغل مزاحمتون میشم. یکی از ویژگی‌های برجسته شما که شما رو از بقیه رئیس جمهورهای دنیا متمایز میکنه اینه که این هیکل گلدونیتون، عضلات پیچ در پیچتون و تو این سفرهای استانی میبینید که مشکلی که شما دارید اینه که از در تو نمیرید. میخواستم بدونم که شما چه تدبیری واسه این ماهیچه و عضلا اندیشیدید؟ بعد ریزتر بشی. دیگه این ریزتر که بشی چی ازت نمونه، نفله ریز میبینم. من همینجوری مزاحمتون میشم. یک سوال فرامنطقی داشتم. آیا امکان داره که شما یک روزی مسواک بزنید، محض نمونه یک روزی موهایتان رو شونه کنید، محض نمونه یک روز لباس مرتب بپوشید تا اینقدر دهنتون بو نده و خلاصه اینقدر فضای مشمئز کننده ایجاد نکنید؟ محاله، امکان نداره. پس اونایی که لباسهای مرتب میپوشن و مسواک میزنن چی میشن؟ که باید توبه کنن همشون. آقای احمدی نژاد سلام علیکم. میخواستم بدونم که این شایعه درسته که میگن قرار شما تا سال 2010 آدم بشی؟ این یه دروغ بزرگه. خب برای چی میگن اینو آقا نبی؟ ببینید بعضی ها ممکنه این حرف رو میشنون باور کنن. خب اونایی که حرفا رو باور میکنه عجب آدم های منگولی هنو و اینا و اونا و خب نبی؟ خیار تنبل، کدو تنبل. میخواستم بدانم که این وقتی که از این دانشگاه پلی‌تکنیک داشتن مینداختنت و آوردنگی بیرون چه احساسی داشتن؟ یعنی به سختی جلو خودم رو میگرفتم که تو دنیا منعکس بشه آقا رئیس جمهور به گریه میکنه. ولی میشستم گریه میکردم. واقعا من به لحاظ خودم و از درون کوبیده میشدم. ای کاش یه نون سنگک اونجا بود، همونجا یه لقمه چفت میکردم، گوش کوبیدت رو میخوردم وقتی کوبیدت رو. یه سوال ازت میکنم درست درمون جواب بدی. درست درمون. اعصاب ندارم اینجا. مردم با آتیش زدن پمپ بنزینا با چیکار کردن؟ اشک ما رو مردم جاری کردن. اصلا بی اختیار من گریه میکردم. الان که داری گریه میکنی فردا باید خون گریه کنی، میفهمی یا نه؟ با اجازت. بده. بودا. متشکرم. دو تا کلمه حرف حساب. من واسه این اومدم که یه چک افسری بخوابونم تو گوشت. بگو میشه یا نمیشه؟ میشه؟ نمیشه. پس من چیکار کنم؟ اینو برش دار. کدوم؟ اونو بردارم؟ اومدم. اینو بردار. اینو میگی؟ الان چیز خوششسته. ببین میخوام از طرف خودم، خانواده‌ام و تمامی استانهایی که بهشون مسافرت کردی
برنامه هیجانی تقدیم کنم به همه مطبوعات. اگه آماده باشی منم آماده‌ام.